شما تنها تحصیل میکنید در یک دانشگاه شهروندی تاجیکستان؟ بله، من اولین دختری تاجیک در دولت انگلیا در ساحه تیپ تحصیل می نمایم. اولی. خب چند 2 سال دیگر موند؟ 1 سال؟ تیپ در دولت انگلیا در مدت 7 سال است و من 2 سالش را تمام کردم و سالی سیوم. 7 سال است؟ بله. بچه زبانهای خارجی کدام زبانها را میدونی؟ محترم جناب عالی، زبان روسی، انگلیسی و ترکی را در سطح عالی و زبان ایتالیایی و فرانسوی را در سطح معاشرت از خود نموده ایستادم. حالا وقت است. بکن نه سان با علاقتی خون ما انتظار ما طبیب نداریم کم، حتی مخصوصا با طبیبان چشم کم نداریم. بله. ما جای کار شما را تیار کرده میمونم میستد یک اپارات نو خریده ماندگیم. حتی که بیام ما در کسالخانه وای میگیریم، پلیکلینیکای حکومتی برای ملت و مردم خدمت کردن. مقصد اساسی من هم همین است که توانم علم خارجه را به دست آورده به دولت خود برگردم و به ملت شریف خود خدمت نمایم. پلیکلینیکای خود تاسیسی ما کمک میکنیم. پلیکلینیکای وقتی آمد 1-2 سال کار کرد، بعد پلیکلینیکای شخصی خصوصی وای که بر هم نوبردار هم صاحب عزت احترام هم بایله‌دار شدی. نه حالا جناب عالی. نه ما شما را رکلام نمیکنیم موضوع. وقتی رکلام نیست خان ناز خان هم نام دختری من رخشانه ما. بله. رخشانه خودش وای است ما کوی یکم کمودی نداره؟ نه جناب کی میره تعلیم ده؟ 22 سپتامبر درس‌هایمان سر می شود. دانشگاه در آمدی، داخلش در آمدی. شرایط ما چخیل است؟ اینجا با اونجا فرق دارد؟ شرایط های ما رقم 1 هستند در تمام جهان. شرایط ما بسیار خوب است. بله. فقط سیستم تعلیم اون کمتر تغییرات میخواهد. 20 سپتامبر است؟ 22 سپتامبر درس سر می شود؟ بله. 20 سپتامبر با انگلیا می روم. بلیت سمالیات شو گرفته تی؟ بلیت سمالیات رفته اومدن بین یا تومن. دیگه هیچی اولی در کار نیست. میگم ختم کرده بیو، ما نمیگیم خودت انتخاب کن، ما در گل زن که فلان روز توی است. خوبه لیکن خون اگر وای مرا گیری خون شواره جونا میپره تو پور مادرای تاجیک هم قدامات تولد کسی این صحبش گم خوشت خوندن دگیر بعد اونجا وایش طلبات هم خیلی وزمین است. بله. مثل بیشتر نگروس خیلی دانشجو است. موفقیت شما را. تشکر زیاد. سلام باش. پدر و مادرت است؟ بله جناب عالی. مینداری ما را بیان کن ناز کردن همین اجازت دادن برای خواندن دیگرش از خودت وابستگی دارد. من مینداری پدر و مادرم رو به شما میرسانم جناب عالی. رحمت. سلام.